شنیدین که میگن جولیوس سزار انقدر درشت هیکل بوده که موقع تولدش ناچار شدن شکم مادرش رو ببرن تا بتونن بچه رو از بدنش خارج کنن و عمل سزارین و در واقع کلمه سزارین از اینجا به وجود اومد. منم شنیدم ولی واقعیت نداره. داستان ها میگن که مادر جولیوس سزار زایمان خیلی سختی داشته و ناچار شدن که برای به دنیا آوردن بچه شکمش رو ببرن و کلمه سزارین یا اونجوری که توی فارسی میگیم سزارین از اینجا به وجود اومد، یعنی مثل سزار، مدل سزار. منابع معتبر معتقدن که این موضوع یک داستان و افسانه است. ریشه کلمه سزارین در واقع برمیگرده به زبان لاتین و به کلمه کایزر به معنای بریدن و برش دادن و خب به خاطر اینکه توی این عمل جراحی شکم مادر رو باید برش میدادن، این اسم رو برای این عمل انتخاب کردن. پس کلمه سزارین یا در فارسی سزارین هیچ ارتباطی با جولیوس سزار، تولدش و زایمان سخت مادرش نداره.